توی چند ثانیه عنبیه بکش. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام چند تا فوتوفن یادت بدم که دیگه عنبیه ها تو انقدر ساده و ابتدایی نکشی. البته کار امروزم خیلی رئال نیست، اما لولش از طراحی که دارم انجام میدم بالاتره. خب، اول میریم سراغ مردمک چشم که باید تیرش کنیم، اما یه قسمتش رو حتما روشن نگه دارید، چون اون میشه انعکاس نور داخل چشممون که باعث میشه کار خیلی طبیعی تر بشه. بعد از اون اطراف مردمک رو در جهت عقربه های ساعت میایم هاشور میزنیم و با دستمال کاغذی یا محو کن میایم یه مقدار محوش میکنیم تا کارمون لطیفتر بشه. داخل هاشورها رو مجدداً چند تا خط تیره کار میکنیم تا طبیعیش کنه و میرسیم به خط دور عنبیه که اصلا نباید خیلی تیره باشه. به اصطلاح نباید مرزی بین اون خط و داخل عنبیه وجود داشته باشه، باید خیلی لطیف باشه. بعد به صورت خیلی محو اونجا هم هاشورای ریز میزنیم. یه مقدار خطمون رو پررنگ ترش میکنیم. داخل هاشور اول رو میتونیم با پاکن مدادی یا کاتر چند تا خط سفید بندازیم و تمام. حالا مراحلی رو که انجام دادیم در صورت لزوم مجددا تکرار میکنیم تا تیرگی و روشنایی که میخوایم رو بتونیم به دست بیاریم. بچه تو پستای بعدی حتما عربیه رو به صورت هایپررال آموزش میدم، پس پیجم رو فالو کن که آموزش های پیج رو از دست ندی. ممنون میشم که لایک و کامنت بذاری و پیجمون رو حتما دنبال کنی.